اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی یه گوشی ردنو 14 آنباکس کردیم و خیلی بازدید خوبی داشت و همونطور که بهتون گفتم که بین 20 میلیون تومان واقعا ردنو 14 گوشی خوبیه، ولی اگه میتونید یه پول بیشتری بذارید یه گوشی دیگه بخرید. یو برای بچه من بهتون هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. به آقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا بعد از اون ردنو 14 که آنباکس کردیم و اون بازدید به شدت خوبش، تصمیم گرفتم که آقا این ردنو 14 پرو با این مقایسه کنم که اگه اون بهتره که چند تومن بزنیم یه گوشی بهتر بخریم، یعنی یه گوشی با 5-6 تومن که روی همون ردنو 14 هم بزنیم یه گوشی بهتر بخریم. خب ما اینجا یه دونه ردنو 14 عادی داریم و این ردنو 14 پرو داریم و این دوتا رو بریم با هم آنباکسش کنیم. حتی این یکی که توی ویدیو قبلیمون هست و نیاز به آنباکس نداره و همینجا یه سری جزئیات که این دوربین 108 و دوربین ردنو 14 پرو 200. خب چون که ما از قبل ردنو 14 رو آنباکس کردیم این ردنو 14 پرو بچه خدا رو به ما که نرسید، یه بچه فامیل از داخل خرید و الان پشت این داره تا بهش بدیم گوشی. خب ردمی اصالت ردمی که همون سوزن و دفترچه راهنما. این بهترین کتابیه که من تو زندگی نوشتم. همیشه هم باید میگه کتاب بخونه، من هم کتاب فقط دفترچه راهنما قسم کتاب اصلا یه لذت دیگه دارم. و قابش این قاب ردنو 14 پروه، اینم عادی. دوربین اومده اون. خب حالا اینجا گوشیه که فعلا باش کاری نداریم. این زیر اینجا بچه یه تغییری که با ردنو 14 عادی داره، این شارژر 45 واته که توی ردنو 14 عادی شارژر 45 وات نیست و 33 وات. این و خود گوشی که نمیشه 200 مگاپیکسل داره که میدونستیم 120 هرتز و 5500 آمپر که مثل همون عادی هست. واجی خیلی چیز خفنیه. این کربی که داره چیز بالی. اینو روشن کنیم. چیز خفنیه. گوشیمون روشن شد و این واجی خیلی خوبه، یعنی چیز خیلی نرمیه که حالا تو صفحه نمایش با ردنو 14 عادی فرقی نداره، ولی این کیبل کنارش و این آلومینیوم براقیش یه حس دیگه داره که ردنو 14 این کیبل نداره، ولی این بهش آلومینیوم براقش هم نداره. آلومینیوم براق درسته دارم میگم. بریم بحث دوربین. خوب برای بچه آقا بریم بحث دوربین رو چه کنیم که دوتا گوشی همون اینجاست و این از این از این. خب میریم توی دوربین و الان دوربین جلو که دستم بذارم، این که الان دیدیم واسه ردنو 14 پروه که خدا وکیلی که کیفیت خوبی داره و اینه که الان دارید میبینید در ردنو 14 عادی. خب بس ویدیو اینه که الان میبینید ردنو 14 پروه و اینه ردنو 14 عادی. این مثل عکس‌های سلفی هاجی رسما ردنو 14 پرو میزنه، خیلی خوبه. ویدیو ردنو 14 پرو تو این بخش برنده است. خیلی ممنون که داخل ویدیو نگاه کردید. این بود از این ویدیو که دوست داری یه مقایسه بهتر از این دوتا موبایل بذاریم، حتما ویدیو لایک و چنل منو ساب کن. دوست دارم تا ویدیو بعد بدرود.